در صحیح مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است، می‌فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. وقتی که فرزند آدم یعنی انسان وفات میکند، بندگی میکند، خداوند نامه عملهای او را یعنی محکم میکند، یعنی در نامه اعمال او دیگر چیزی نوشته نمیشود الا من ثلاث، مگر سه گروه مردم را خداوند نامه اعمالشان را محکم نمیکند. یکمی از اونها صدقه جاریه، شخصیتی که صدقه جاریه کرده است، مسجد آباد کرده است، راه بنیاد کرده است، باغ کرده است، کوپری راست کرده است، به یک جای به آب برده است، یا اینکه به یک طالب علم را کتاب خریده است. اینها در صدقه جاریه داخل میشن. یعنی تا وقتی اون صدقه جاریه اون هست، ثوابش در نامه اعمال شخصیت نوشته می شود. دویمش علم ینتفع به، علمی که مردم منفعتش را بردن، عالمی که علمش را در خلق خدا رسانده است، تعلیم داده است، مردم را نصیحت کرده است. سیومش ولد صالح یدعو له، شخصیتی که از خودش فرزند صالح باقی گذاشته است، یعنی فرزندش تعلیم و تربیت، ادب و اخلاق آموخته است، بعد از رفتنش فرزندش در خلق خدا خدمت میکند. یعنی تا وقتی که فرزندش در خلق خدا خدمت میکنه و مردم برای او رحمت میگویند، خداوند نامه اعمال این شخصیت بعد از مردنش هم یعنی که ثواب می نویسد. این سه عملی که گفتم برادران عزیز بزرگوار، ما حرکت داشته باشیم که حدی اقل یکی از اینها را در حیات داشته باشیم تا اینکه بعد از مردن در نامه اعمال ما خداوند ثواب نوشته کند. یکمی او گفتیم صدقه جاریه، دویمش علمی که منفعت خلق خدا میبرند، سیومش فرزند صالحی که در خلق خدا خدمت میکند.